مروچی ما ورود کردن در شهر ناهو دوشی به شهر سراوان. من چیزی شما نبگوشین شاید شما ناراحت بید، ولی حضرت شیخ ناراحت نبی، شما باز شاید ناراحت بید. ای که ما دوشی اهدن مروچی اهدن که شما هر کجا حضرت شیخ الاسلام عکسه جتنا شروع کرده، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت در چارچوب شریعت نہیں ہے. حضرت ہر جلسے تا شما ایرگین کار نکنه که یہ دیگه باز سنگینه ها برای شیشه من شما شرمنده کرده. حضرت که نمی لکه نزوری که شما نبجانته دیگه برخورده نتون گوش ما بکنته. حضرت شیخ الاسلام یک شخص متشرع مطابق سنت زندگی داری کن تو زندگی دوست داری، اما یک کاری که شما داره که خلاف آیین رامان و من شما رد بکنین و شدواره شما هیچ یکی اجازه نداره که عکسا بجنه واجه که باند دیگران سوء استفاده بکنن و شما می عکسا را هم بجنه. شما وقتی که شیخ الاسلام وقتی عکسا داره جنه ما هم کاری هستیم بری ملک تا می عکسا هم بیا بجنه ورا همون عکسان به درجه پا مسجد رستر آخر به مسجد اتها وارده با اشکلت یا نه. من شما تماما اگر ادعا بکنی که من حضرت شیخ گیشته دوست دارین انشالله بیجا نگوشتون، ولی این کارش من رد کنی. این دوستی نه، تظاهر واجه تعنو او داید جلسه تا بیان کرد که ظاهر نمایی میکنه ته، واجه بیان کرد که اخلاص داشته بیته، واجه بیان کرد شما للهیت داشته بیته. یہ اکثر جتنا کجا مولوی فتوا داده، کجا مفتی داده، مکر شکارا خرافه همه رگ شروع بیته، اشکال به دینه تا همه رگ به وجود ایته.